خواهی میکنم قیمت عمل اسلیپ معده رو میخواستم جویا بشم. چند کیلو هستین؟ 115 تا 120 کیلو. عمل 80 میلیون تومان هستش به علاوه 20 میلیون تومان هزینه بیمارستان که رو هم میشه 100 میلیون تومان. 100 میلیون تومان. برگشت وزنی هم داره بعد از عمل؟ احتمال داره دوباره چاق بشم؟ اگر رژیم غذایی و ورزش نداشته باشین بله برمیگرده. مراقبت‌های بعد از عمل به چه صورته؟ من چه کار باید بکنم بعد از عمل و اینا؟ بعد 1-2 ماه جوراب آمبولی بپوشین و از ویتامینایی که دکتر براتون تجویز میکنن استفاده کنین. جوراب آمبولی؟ بله. هزینه عمل کمترم میشه؟ خیلی هزینه‌اش سنگینه اینجوری؟ خیر، چون عمل زیبایی محسوب میشه بیمه حمایت نمیکنه. اگر میخواید تحت پوشش بیمه باشید باید وزنتون رو ببرین بالاتر. درصد چربی بدنتون از یه حدی که فکر میکنم 40 باشه بره بالاتر تا اینکه بعد از اینکه بررسیتون کردن بیمه بیشتر هزینه‌تون رو میده. یعنی اگر کسی درصد چربیش 40 نباشه باید بره انقدر بخوره اگر میخواد هزینه‌اش کم بشه که بیمه به عنوان بیماری قبول کنه و زیبایی محسوب نشه، تحت پوشش بیمه باشه. کاملا درسته. خیلی ممنون، مرسی. یعنی من برم اونقدر بخورم آتاشقال پر کنم تو بدنم که درصد چربیم از یک مقداری بره بالا که برم آیا بیمه قبول بکنه یا نه. چه ایده مسخره و احمقانه واقعا. بذارید خلاصه وار براتون حالت یه قصه بگم. ما 3 رفیق بودیم، هر 3 توپل، و تنها راهی که جلو پامون بود این بود که بریم جراحی کنیم، پیکر تراشی کنیم. دکترش رو دیده بودیم، بیمارستانش و همه اینا تقریبا مشخص شده بود. یکی از دوستامون رفت انجام داد، من وارد دوره لازمه شدم و اون یکی دوستمون همچنان بلا تکلیفه. حالا نتیجه اون دوستمون لاغر شده ولی با درد خیلی زیاد، هزینه خیلی زیاد، عوارضی که نصفش هنوز معلوم نیست متاسفانه. من لاغر شدم خیلی بهتر و بیشتر از اون، بدون درد، بدون اون هزینه، و اون دوستمون همچنان همون توپلی که بود هست، چون این پا اون پا میکنه و قطعا تصمیمش این خواهد بود که اونم وارد دوره لازم بشه. به نظرم وارد شدن به این دوره و تغییر سبک زندگی به شیوه دوره لازمه هم خوش شانسی لازم داره هم لیاقت. امیدوارم نصیبتون بشه.